سه تا نکته بسیار مهم در مورد لحیم کاری میخوام بهت بگم. تا آخر ویدیو با من باش. نکته اول، اگر سر هویه کثیف باشه دما رو انتقال نمیده. چرا؟ چون همین کثیفی‌ها نمیذاره دما به راحتی انتقال داده بشه. پس حتما با استفاده از تمیز کننده سر هویه رو تمیز کنید، بعد لحیم کاری کنید. الان میبینیم که با تمیز کردن سر هویه که برق بزنه به راحتی پایه کسری از ثانیه آب میشه و من میتونم لحیم کاری کنم. نکته دوم، هیچ وقت نوک هویه را روی پایه نذارید. دو تا اشکال به وجود میاره. یکی این که نوک هویه‌تون مرور زمان از بین میره. دوم، زمانی که دارین لحیم میکنید چون سطح تماس نوک هویه کمه، دمای کمتری انتقال میده. نکته سوم، زمانی که دارین لحیم کاری میکنید هیچ وقت خود لحیما به سر هویه بنزن. اینجا داغ میشه، آبش میکنه، ولی به کار من نمیاد. من قراره که پایه را لحیم کنم.